تحقیر و اهانت کردن بر موی سفید جایز است. به احترامی کردن نسبت به پیرانسال ریش سفید اگرچه خطاکار است آیا جایز است؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله، اما بعد. البته تحقیر و اهانت کردن بر هیچ نفر جایز نیست. کسی که نسبت به یک برادر مسلمانش تحقیر و اهانت میکنه بدترین مردم به شمار میرود. این سخن من نیست. در روایت مسلم آمده است که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاه المسلم. برای یک انسان شریر و بدکار بدنش همین قدر کافی است که برادر مسلمانش تحقیر بکنه. یعنی وقتی که یک برادر مسلمانش تحقیر میکنه، اهانت بر او میکنه، دشنام و حقارت‌های فحش میکنه، او انسان بدترین انسان ها به شمار میرود. خب اما به احترامی کردن نسبت به یک انسان پیرانسال، به یک بزرگسال، البته که از روی شریعت جایز نمی باشد. حتی که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم در روایت ترمذی آمده است که میفرماید از ما نیست، یعنی از امت اسلام نیست اون نفری که به خردسالهای ما رحم نکنه و به بزرگسالهای ما، یعنی به موی سفیدهای ما به احترامی بکنه. یعنی او کسی که نسبت به یک موی سفید به احترامی میکنه میگه از امت من نیست، میگه جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم. پس ای کسی که نسبت به بزرگسالها، نسبت به کلانسالها به احترامی میکنی، تو ای را بدان که اولا تو یک انسان شریر و بدکاری هستی و ثانیاً این که تو از امت محمد رسول الله نیستی. یعنی او کسی که واقعاً از امت رسول الله صلی الله علیه و سلم است، پیروی از جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم میکنه، دعوا میکنه که من پیامبر خدا را دوست میدارم، البته این کارها را انجام نمیتیه. حالا مسلمانی ما را به زبان شیدگی که به زبان میگه ما مسلمانیم، به زبان میگه ما پیامبر خدا را دوست میداریم، ولی کمترین سنت های جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم پیروی نمیکنیم. ای کسی که به پیرانسال ها به احترامی میکنی، آیا این سخن جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم برات ارزش داره؟ پس چرا به پیرانسال ها شما به احترامی میکنی؟ حتی بعضی نفرها رو میبینم که پدری خودش نسبت به پدری خودش به احترامی میکنه. البته او خیلی انسان ها عاق هستند، یعنی رنجاندن پدر و مادر که از جمله گناهان کبیره هستند، اونها فاسق هستند. کسی که نسبت به بزرگسالها به احترامی میکنه فاسق است. تحقیر و اهانت کردن، دشنامای فحش کردن فسق. مثلا یک انسان وقتی که در آبروش چنگ میزنی، جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم در دیگر حدیثش میفرماید که آبروی یک مسلمان در برابر خونش است. یعنی وقتی انسان در آبروش چنگ زدی، او را تحقیر و اهانتش کردی، یعنی او را در بین مردم شرمندش کردی، البته که گویا که خون او را ریزاندگی. جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم ریزاندن آبروی یک مسلمان را در برابر خونش قرار داد. پس انسانی که مسلمان است، انسانی که بر روز حساب و جزا ایمان داره، هرگز به بزرگسالها، نه تنها به بزرگسالها، به یگان نفر به احترامی نمیکنه، یگان نفر را تحقیر و اهانت نمیکنه. والله اعلم بالصواب.